او شت، دارن میان. خانم پناه بگیر، حمله کردن. حاجی ما اینجا مستعجلیم، سقف رو داغون کردی برادر. چقدر بال و طبیعیه تو خونه. لاشیا پشت مبل قایم میشن، چقدر واقعیه. خانت خراب. آقا این هدست ویار من 3 روزه به دستم رسیده، ولی چون وسایل جانبیش هنوز نرسیده بود و میخواستم با هم آنباکسش کنیم، هنوز حتی پلمشو باز نکردم ببینم توش چه خبره. ممکن اصلا توش موز باشه. الانم دیگه تحملم تموم شده و دارم میمیرم که با هم بازش کنیم. این بزرگوار هدست واقعیت مجازی متاکوست 3 هستن که من واسه تولید محتوا نسخه 512 گیگشو به 39500 خریدم. خب بی مقدمه و مسخره بازی بریم بازش کنیم. این بغلای جعبش 2 تا پلم داره که من 3 روزه دارم میمیرم که بازشون کنم. آماده ای؟ چقدر حال داد. به به چقدر ساده و خوشگله. ویلا چقدر سکسیه. کار خدا رو ببین. خب این از کنترلراش که هر کدوم اینجا یه دکمه این پشت دارن و یه دونه هم این بالا و روش هم هر کدوم 2 تا دکمه است و یه دونه جویستیک خیلی نرم. توی دست خیلی حس خوبی داره، مثل دست ایکس باکس میمونه، انگار با کیفیته. بعد حالا جالبیش اینه که اینا باتری قلمی میخورن و اینو باید اینجوری بیرون بکشی بیرون و باتریاشو میتونی شارژی بخری یا اینکه باتری قلمی هی بخری و توش بذاری، ولی فکر کنم توش باید یه دونه باتری الان باشه. حالا من این چند روز 1000 تا ویدیو در موردش دیدم. میگم من اینجا رو فشار بدی اینجوری میاد بیرون. چه باتریای سکسی هم توشه که یکی از بچه‌ام گفت همین باتریش 1 ماه میبرد. حالا بریم سراغ اصل قضیه. چقدر خوشگل و سبکه. فکر می‌کردم از این خیلی سنگین تر باشه انصافا. حالا این سربندش رو باید از زیر مقوا در بیاریم. به به این شکل. جنس سربندش خیلی جالبه، حالت پارچه ضخیم داره ولی خب به نظر میاد خیلی راحته. یکم هم کشیه، حتی لنزاش هم پلم داره. سبحان الله. و زیرش هم اینجا و اینجا 2 تا دوربین دیگه داره. اینا هم که خودشون دوربینن و اینم واسه تنظیم صدا و فکر میکنم فاصله لنز از چشماست. خب ادامه میدیم. خیش توش روان نویس داره. به 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 به. اینو میاری شارژرش رو نگاه چقدر گوگلی و کوچولوه. این کابل یو اس بی سی واسه شارژرش. دیگه خبری نیست شکلات نمیدین. این دیگه به در نمیاد. تموم شد. توش بوی ماشین نو میده. این هدست الان خودش به صورت مستقل یه کنسول بازیه، یعنی سیستم عامل داره و میتونی توش گیم و نرم افزار نصب کنی و اینا، ولی اگه بخوای به کامپیوتر وصلش بکنی نیازمند یه کابل خیلی خیلی خفن مثل اینی که بتونه با سرعت 5 گیگابیت بر ثانیه دیتا ترانسفر کنه. این کابل مخصوصش هم که مال خود شرکت متاست و من جدا خریدم و خیلی گرون بود. کونم سوخته سر این. 7 تومن فقط قیمت کابلشه. اصلا دلم نمیخواست واسه یک کابل انقدر هزینه کنم، ولی خیلی تحقیق کردم. اگه بخوای کابلای ارزان‌تر و درجه 2 اینا بگیری، بعد توی ترانسفر دیتا به مشکل میخوری و سرعتش پایین، بازیات لگ میزنه و اینا، اصلا دیگه حالت به هم میخوره. باز دوباره باید بری همون پولو بدی. حالا ایناش هم هنوز باز نکردم، گفتم جلو دوربین آنباکس کنیم. این شارژر باتری قلمیه که از دیجیکالا خریدم، 2300 تومان، چیز خاصی نبود. این کنترلراش ظاهرا به صورت خیلی خرکی باتری مصرف میکنن، یعنی در یه حدیه که مثلا یه روز یه بار 2 روز یه بار باتری تموم میکنه و اگه بخوای بری هی باتری بخری اصلا صرف نمیکنه انصافا. خب آقا بالاخره بازش کردم و کرم کونم خوابید. حالا باید برم راه اندازی و آپدیت و نصب و این چیزاش. خب آقا الان 2-3 روز گذشته و حاجیتون موها رو سکسی اصلاح کرده و با 1000 بدبختی هدست رو انداختم. خیلی چیز خفنیه. بریم یکم دنیا رو از نگاه من ببینیم. خب بهتون تبریک میگم، شما الان وارد شبیه ساز زندگی بنده شدید و 1 عدد امیر پکسه رسید. الان این صدایی که دارین میشنوین داره با میکروفون خودش رکورد میشه که به نظرم کیفیت خیلی خوبی داره و تصویری هم که دارین از اتاقم میبینین با چیزی که من میبینم فرق میکنه. من چون دارم به صورت زنده اتاقو میبینم یه خورده کیفیتش پایینتره، ولی خب بازم هنوز میشه متنای صفحه کامپیوتر اینا رو خوند. خب راه اندازیش بهتون بگم که چقدر داستان و بدبختی داره. اول با آقام جان سینا احترام میذاریم. ببین با گوشی اینترنت باید بدی به لپتاپ، بعد با لپتاپ به وی پی ان وصل میشی و هات اسپات میکنی به این و وای فایش دیگه انگار وی پی انیه و دیگه فیلتر نیست، ولی چنان تحریما و فیلترش سنگینه که تو براوزرش حتی اگه بدون وی پی ان تو گوگل هم بری باز نمیکنه برات. اصلا یک بدبختی داره. سیستمش که مشخصا اندرویده و خیلی چیز خاصی نداره و ستینگش رو همه بلدیم، ولی مثلا این قابلیت پسترویی که داره میتونیم به صورت زنده بیرون رو تماشا بکنیم. وقتی غیر فعالش بکنی باید توی محیطی که اسکن شده مثلا اینجا قرار بگیری و میتونیم مثلا به جاش اتاق توی بار دیگه اسکن بکنیم. مثلا میگیم حاشیه‌های در و دیوار رو تعیین میکنیم که به جای نخوریم و میگیم اوکی کانتینیو. بوم.
الان ما داخل دنیای متاورس هستیم. خیلی جای تخمی، یک شهری از دور داری میبینی و هیچ خبری توش نیست، ولی آب و هواش خوبه انصافا. اینم یک آینه است که این حاجیتونه. البته قیافه‌مو خیلی تنظیم نکردم، همینجوری رندوم یک یارویی ام. الان بذار براتون برسم نگاه. یه غیر خیلی خوبی دارم میدم که این نمیتونه ببینه، فقط دستامو تشخیص میده. حالا به دنیای واقعی باز میگردیم. یا ابوالفضل، این جادو میمونه خدا وکیلی. کنترلش با این دستای خودش خیلی نرم و راحت و روونه، ولی خب با دستم خیلی راحت کار میکنه. اینا رو باید بذاری کنار. دستات یه تکون تکون که میدی دیگه دستاتو میشناسه. بعد مثلا واسه کلیک کردن باید انگشتاتو اینطوری کنی، بالا پایین میکنی و حالا تو فروشگاه خودش که خیلی بازی‌ها و نرم افزارهای باحال زیادی داره که اکثرا هم خیلی گرونن، $10-20 حداقل قیمتشونه، ولی من وقتی که دستگاهمو فعال کردم به این بازی بتمن آرکام شادو رو به صورت رایگان داد، چون که رو دستگاه جدید اینو میدن، و همچنین $30 هم اعتبار اولیه داد با یک اشتراک 3 ماهه از سرویسشون که برای فعال کردنش نیاز به کردیت کارته. حالا من اومدم این بازی بتمن رو که 19 گیگم حجمش بود و با 1000 بیچارگی دانلود کردم، ولی حتی هنوز اجراش هم نکردم چون میخوام بعداً با هم ویدیوشو بگیریم. ولی مثلا بیا تو براوزرش یه سرچ بزنیم. خب مثلا امیر تایپ کردن توش خیلی باحاله و یکم سخته و نیاز داره عادت بکنی. پکسر بریم. ای جان حاجیتون رو نگاه کن، یاره معروف شدیم. دستامو که خیلی بالا میگیرم درد گردنم بیشتر میشه، اصلا عذابه. بذار از اینا استفاده کنیم راحت تره. خب یوتیوبمون ببینیم کجاه. ای جان یکی از برترین یوتیوبرهای تاریخ ایران. اجازه بده مثلا این ویدیوی برره رو با هم ببینیم. شاید باورتون نشه ولی اون زمان این ویدیو باعث شد چنل من به درآمد برسه. نسبت به خودش خیلی اون زمان وایرال شد. حاجی وا ویلا این چه موهایی بوده اون زمان من داشتم. یاره درست کن موهاتو. البته فکر کنم هنوزم همینطوریه. خب همینطوری که امیر آقای پکسر داره پلی میشه، ما یک دوری با هم میزنیم و هی داریم بهش نزدیکتر میشیم. چه بزرگ شد. بریم یک مستراب. که اونم خودش یه دورانی به به. اینجوری میتونی همزمان موقع ریدن یوتیوب هم تماشا کنی و بدونی که دستات به گوشی باشه. ببین تکنولوژی به کجا رسیده واقعا. یا اصلا میتونی موقع تلویزیون دیدن هم دیگه تلویزیون ببینی. نگاه کن تلویزیون کوچیکه، مشکلی نیست. بیا 6 برابرش میکنیم. یه عجب بازی بود خدا وکیلی. یا خدا میرینه تو موها موقع استفاده قیافمو داغون کرد. خب آقا ما تو این ویدیو خیلی قرار نیست گیم بزنیم، فقط خواستم یه تجربه اولیه ازش داشته باشیم. ولی خب این بازیه رو میخوام با هم امتحانش بکنیم. شنیدم خیلی چیز باحالیه و فقط خودم اولش رو تست کردم. خب اول از همون میخواد که محیطمون رو اسکن بکنیم و یک چیز اولیه‌ای که خب داریم ولی میزنیم یه بار دیگه اسکن بکن. Create new space start scanning. تو این بازی به جایی که ما بریم توی دنیای بقیه میان تو دنیای ما و خیلی چیز باحالیه. بهش میگن میکسد ریالیتی، یعنی واقعیت ترکیب شده. اوکی قشنگ همه جا رو ببین، دیوارا اونورم بگیر برادر، مبلم بگیر، پشما بریزه. این دیوار مهمه. خب میگه تمام. اوکی خب واو چقدر خوب در آورد. میتونیم حالا ادیتش بکنیم اگه بخوایم. مثلا این مبل رو الان شناسایی کرده، این بغل مبل کوتاهه، اینو میگیریم بریم اینجا مثلا، یا اینجا ریدی که برادر، اینجا رو میتونیم بگیریم اینجا اینطوری. خیلی حدودی دیگه. خب موجودات فضایی میخوام به خونتون حمله کنن. یا ابوالفضل هر چقدرشو که میتونی دستگیر کن. خیلی بله. تا وقتی ما بیایم با هم دیگه این ست لگویی که واسم رفیقام هدیه گرفتن نشونتون بدم. خیلی چیز باحالی. هنوز فرصت نکردم تمومش بکنم. او شیت دارن میان. خانم پناه بگیر، حمله کردن. الله اکبر. حاجی ما اینجا مستاجریم، سقفو داغون کردی برادر. چقدر باحال و طبیعیه تو خونه. پشو چی توشه؟ الو اوکی. او تفنگه. اوکی پشو. داری دیوار رو اسکن میکنیم. مثلا اینجا اومدیم توی بعد جدید. آره خونه ما مثلا منتقل شده به یک بعد جدید و او خبر اینا رو نگاه کن. این چه چیزی خوردویه. نکوبه. اوی دیوار رو داغون کردی. نزن تو رو خدا اونجا رو نزن. این ماگا اتفاقی بیفته خانومم دهن منو سرویس میکنه.
آه نکن آی نکن، خونه دل کردیم چه بگاه ای لاشی ای پوف بس خیشتک پاره است. دیگه من هیچی برای دست دادن ندارم. دهنتون سرویسه. اگه ماگای خانومم شکسته یعنی هیچی دیگه برای دست دادن نیست. لاشیا پشت مبل قایم میشن. چقدر واقعیه. دیگه میره رو صندلی. دیوارا رو دارم خراب میکنم. چقدر باحال. خانت خراب. بگیرین لاشیاره. بذار میخوام نبرد رو به خونه اونا ببرم. خونه ما رو خراب کردین الان من خشک تا اوکی نمیشه. خودتو که تو آینه میبینی خیلی احمقانه بنظر. خب اینم از این. آقا بازیایی که این داره رو میتونی از فروشگاه خودش دانلود کنی و بخری که خب قیمتاشون هم اکثرا گرونه و به حال مستقل روی خودش اجرا میشن و نیاز به هیچ چی دیگه نداری. ولی همچنین میتونی بازی‌ها رو کامپیوتر هم یه سری بازی‌ها رو واسش دانلود کنی که بهش میگن بازی پی سی وی آر که اینا راحت‌تر میشن و میتونی روی بازی که رو کامپیوتر نصب کنی با این کابل 5 متری که خریدم به قیمت خدا تومن وصل میکنی به هدست و از طریق کامپیوتر بازی میکنی و همچنین وقتی به کامپیوتر وصلی خب شارژ طبیعتا دیرتر خالی میشه یا اصلا خالی نمیشه. مثلا الان شارژ خودش رو ببین چقدر زود داره خالی میکنه. نهایتا وقتی ازش استفاده میکنی به طور مستقل 1.5 الی 2 ساعت بهت شارژ میده که خیلی بده. اما نکته مهم اینه که واسه استفاده از بازی پی سی وی آر نیازمند یک کامپیوتر خیلی قوی هستی که کامپیوتر منم الان داره تو استفاده از این بازی‌ها وقتی گرافیکشو بالا میبرم کم میاره. واسه شدنش به کامپیوتر هم اینطوریه که میتونی یه مودم وای فای 6 خیلی گرون قیمت 12-13 تومانی بگیری یا این کابله که وقتی با کابل وصل بشین یا اینو اینجا فعال میکنی نرم افزارش هم باید رو پی سی نصب کرده باشی و بعد اینطوری وارد میشیم. اینجا میایم مانیتور شماره 1 مثلا میاریم، این مانیتورمونه، میاریمش اینجا. مانیتور شماره 2 رو بیا دیگه میاریمش مثلا اینجا. بعد کلا کامپیوترتو اینجا داری، هر کاری بخوای میتونی دیگه باش بکنی و کیبوردش گویا کیبورد خیلی خوشگل هم داره. ایناش نگاه چه باحاله. حالا به نظرم استفاده اینطوری از کامپیوتر خیلی منطقی به نظر نمیاد، چون بیشتر به جای اینکه مفید باشه اعصاب خورد کنه. به طور عادی استفاده کنی راحت تری، ولی خب اینجوری هم اگه بخوای میتونی باش کار بکنی، گرچه که اینجور استفاده کردن بیشتر فقط به درد بازی‌های وی آر میخوره. خب دیگه حالا برگردیم به دنیای واقعی. چشات عرق میکنه، کل اینا عرق میکنه پوستت و یکم فشار میاره بهم و خوبیش اینه که با عینک هم میتونی استفاده کنی. فاصله این قسمت از چشمات زیاد میشه و مثل کسایی که مثلا عینکیان عینکت هم میتونی نگهداری و خیلی خوبه. ولی خیلی بعد از استفاده طولانی من که گردنم مشکل داره دردش بیشتر میشه و این یه نکته‌ای که خیلی باید بدونی. و این سربند خودش، این تنابش خیلی چیز با کیفیتی نیست. اگه بخوای اینو آپگریدش بکنی، خود شرکت متا بهت یه هدست سربند حرفه‌ای‌تر باز با یه باتری اضافه هم اگه بخوای میفروشه. تو سایت‌های ایرانی حدود 12-13 تومن قیمتشه و اگه بخوای باز سربندای مارکای جانبی رو بخری از آمازون سفارش بدی 5-6 تومن واسط آب میخوره که فعلا حالا به نظرم ارزش نداره بخوام بخرم. دیگه که اگه درباره خود دستگاه بخوام صحبت بکنم، این قسمت اینجاش که با فاصله لنز رو تعیین می‌کنی یه ذره پلاستیکی و چسک پستکیه و خیلی جنس جالبی نداره، ولی خب همه این قطعاتش، این ابرش و اینا همش با این بندش عوض میشه و میتونی آپگریدش بکنی که خب خیلی قیمت زیادی داره، به صرفه نیست. ولی در کل کیفیت ساختش خیلی خوبه و عملاً این کنسول درست حسابیه و نسخه 128 گیگش تقریبا هم قیمت PS5 میشه، حدوداً $500. اسپیکراش هم که این بغل روی این دوتا دسته اینجاشه خیلی با کیفیتن واقعا و وقتی توی محیط 3 بعدی هستی قشنگ صدا از دورت میاد و خیلی حس خوبی داره و به نظرم خیلی با کیفیتن. لازم نیست هدفون و چیزی بهش اضافه بکنی، گرچه که اینجا سوراخ هدفون هم حتی داره. اما در کل من فکر نمی‌کنم تصمیم درستی باشه واسه کسی که کنسول گیمینگ یا یک کامپیوتر خوب نداره واسه بازی کردن بره یکی از اینا بخره. خیلی منطقی نیست. اینو باید زمانی بخری که یه پول اضافه کنار داری و می‌خوای تجربه متفاوتی تو گیمینگ داشته باشی، چون استفاده طولانی ازش هم به گردنت فشار میاره، به صورتت فشار، به چشماتو خیلی گاهی اذیت میکنه اولاش و ممکنه به بعضی حالت تهوع بده، بعضی بازی‌ها و سرگیجه بده که حالا میگن با گذر زمان بهتر میشه. و اینکه کلا استفاده طولانی ازش هم خیلی داغ میکنه و باتریش
اذیت میکنه و کلا تفریح گرون قیمت تریه، چون بازیاش گرونه، خودش گرونه و در کل اگه پول اضافه‌ای کنار داشته باشی به نظرم خریدش منطقیه. و واقعا هم نمیدونم بچه‌ها که بیام یه چنل جدای گیمینگ بزنم و اونجا محتوای وی آر و گیمای معمولی آپلود کنم و چنل اصلی خودم رو دیگه بذارم تو همین محتوای داستان و صحبت و ویدیوهای فان و اینجور چیزا، یا اینکه مثل قدیم کلا همه چی رو تو همین چنل ادامه بدم. چون میدونی من همین الانم تو چنل خودم به اندازه‌ای که میخوام نمیتونم فعال باشم، چون مشکلایی دارم و سرم شلوغه و گردنم خیلی اذیت میکنه و اینا. اینکه بخوام 2 تا چنل رو اداره بکنم، به خصوص اینکه دستنها اصلا به نظرم کاری که از دستم بر نمیاد، یعنی ادیت میخواد، تامنیل میخواد، ایده میخواد، کلی زحمت داره و تازه اولش هم یه عالم هزینه داره تا چنل به جایی برسه. نمیدونم، حالا فعلا که روی این چنل ذره ادامه میدیم تا ببینیم چطوری پیش میره دیگه، که امیدوارم ویدیوی باحالی در اومده باشه از آنباکس و تجربه اولیه‌اش، چون من تو این جور چیزا تجربه ندارم. نمیدونم ویدیوم خوب شد یا نه، ولی مرسی که تا اینجا تماشا کردی. تو ویدیو بعدی میبینمت. خدافظ.